در دل من یار دل آزاره یار جفاکاره یار دل آزاره یار جفاکاره وصل تو نمیخواهم وصل تو نمیخواهم داغ تو بود چون یادگار دل من یار بازی گوشم کن تو فراموشه یار بازی گوشم کن تو فراموشه سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر جایی که هستین بسیار خوش و خوب و سر حال باشین و شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این آهنگ یا این ویدیو را شما بر دیدن انتخاب کردین. دوستای عزیز، موضوع ویدیو امروز ما آموزش یک آهنگ بسیار زیبای مردمی می باشه. دوستای عزیز، در قدم اول ما میخوایم که شما دوستای بسیار عزیز و ناظرین تشکری کنم که ویدیوها را شما میبینین و این کانال را سپورت میکنین، لایک میکنین و امیدوارم که همچنان این ویدیوها را یا این کانال را همراه دوستایتان شیر کنین. ما بسیار یک تشکری خاص دارم از دوستای ما که عضو ممبرشیپ از این کانال هستن. امیدوارم که کسایی که میخواین درس‌های آنلاین داشته باشن یا درس‌های فردی داشته باشن با ما در درس‌های آنلاین ما یک جای شون، عضو ممبرشیپ ما شون و بتونن که از درس‌های آنلاین ما استفاده بکنن که روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 دیگر به وقت اروپا درس‌های آنلاین ما میباشن که هر کسی که ممبرشیپ عضویت سطح 3 ممبرشیپ خریداری کنه میتونه که در درس‌های ما حصه بگیره. دوستای عزیز، آهنگ امروز ما مربوط فصل درسی ما نمیشه، یعنی که ما بعضی وقتا بیرون از فصل درسی خود میبریم، یعنی موضوع درسی ما اصلا یک چیز دیگه میباشه. ما نظر به خواهشات بعضی از دوستای ما ویدیوها رو تهیه میکنیم که مربوط همو فصل درسی ما نمیشه. که امروز هم همچنان یک آهنگی داریم که این آهنگ است که دوست ما بسیار وقت است که خواستن که ویدیو تهیه کنیم. من با فرصت امروز بالاخره تانستم که می آهنگ آموزش ترتیب بدم. آهنگ زیبا از شمس الدین مسرور و خانم افسانه، بسیار زیباست دوستای عزیز. آهنگ محلی است و کمپوزیتور شما نمیفهم که کی است. همچنان 4 بیتی هایم که استفاده شده اینا رو هم نمیفهم. شما اگر فهمیدین دوستای عزیز لطفاً ایده با ما در میان بگذارین. میریم و یک جای آهنگ شروع میکنیم. دوستای عزیز، این آهنگ دل از تو نمیگیرم، عشق تو بود چون گنج اندر دل من. آهنگ زیبا در فریجین سکیل جوش شده، یعنی که نوت های راگ بهروی. دوستای عزیز، ما این آهنگ میخوایم که از این بخونیم از اینجا. خب اگر کسایی که راگ بهروی را میخوان بشناسن و تا حال ویدیویی که ما تهیه کردیم ندیدن، ما لینکش در بالا میگذاریم. ایراد من شما چک کنین پیش از اینکه آهنگ میبینین. و این آهنگ در امی نوت‌های راگ بهروی جور شده. دوستای عزیز، اگر ما راگ بهروی از اینجا بخوانیم، یعنی که این نوت‌های راگ بهروی چی رقم شکل دارن. خب البته این نوت‌های بالا استفاده نمیشه، اما ما بازم امی اکتیو مکمل ما آرو و افرو میکنیم. برای اینکه ما میخوایم که شما مکمل اکتیو ببینین. آهنگ از اینمی کورد، یعنی ای ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از گ شروع میشه. دوستای عزیز، دل از تو نمیگیرم، دل
عشق تو بود چون گنجم در دل من یار دل آزارم یار جفاکارم دل از تو نمیگیرم گگم دوستای عزیز دل از تو نمیگیرم امرو یک انگشت دل از تو نمیگیرم عشق تو بود چون گنجم در دل من یار دل آزارم یار جفاکارم دوستان عزیز ما اینجا دیدیم که ما شد ریره همچنان استفاده کردیم در حالی که در راگ بهروی در کلاسیک راگش نوت شد وجود نداره یعنی ما اینجا از اسکیل برآمدیم و شد ریره در آهنگ همچنان استفاده میکنیم یعنی اردو ریره ما اینجا استفاده میکنیم دل از تو نمیگیرم دل از تو نمیگیرم عشق تو بود چون گنجم در دل من یار دل آزارم یار جفاکارم خب دوستای عزیز تمام آهنگ اینمی یک رقم است یعنی که ای انتره ندارم و انتره واسطایش به اون یک شکل روان هستن و آهنگ بسیار زیباست دوستای عزیز گرچه که آهنگ آسان به نظر می آید اما خواندنش آسانی است دوستای عزیز دقت کار داره مخصوصا امیر ریره که وقتی ما استفاده میکنیم شد ریره باید به مقبولیش باشه در غیر از او جذاب نمی باشه ملودیش هر رقم شما میتونین که استفاده کنین اکثرا در راگ بهروی ملودی که بسیار مشهور است که استفاده میشه مخصوصا در راگای امی در آهنگای محلی یعنی ملودی شما همچون نظمی گشت رو میکنیم دوستای عزیز اگر تمپوی ویدیو بر شما تیز می باشه از همون طریق خود امکانات یوتیوب شما تمپو ویدیو رو کم کنین که خوب درست بتونین دیدن آهنگ بسیار کوتاه بود دوستای عزیز میریم ای آهنگ در مغولی با تمپوی سی تمرین میکنیم دل از تو نمیگیرم